آموزش امروز رفع ایرادی که توی قسمت دهانه جیب داریم. بعد از چند بار استفاده وسیله‌ای که داخلش میذاریم باعث سنگینی میشه و دهانه جیب باز میمونه. یه دونه سوزن تهگرد به صورت کوک لبه دهانه جیبمون میزنیم، جیبو به پشت برمیگردونیم و از نوار لقیگیر به پهنای 2 سانتیمتر استفاده میکنیم. ببینید به چه صورت 2 سانت از هر طرف جیبمون باید بیرون باشه. ما نوار لقیگیر رو تو قسمتی که دوخت جیبمون هست، این قسمت پایینی جایی که دوخت خورده قرار میدیم، با سوزن فیکسش میکنیم، یکم میکشیم یک طرفش رو و سمت دیگر رو هم سوزن میزنیم. بعد از اینکه فیکسش کردیم با اتو با بخار زیاد نوار لقیگیر رو به دهانه جیبمون از سمت پشت میچسبونیم و حالا حتما باید اتوی سرد روش قرار بدید. حالا یا سنگی یا فلزی فرقی نمیکنه. سوزن رو جدا میکنیم و نوار لقیگیر رو حالا از سمت بالا به پایین هم تو 2 جای جیبمون میچسبونیم. این هم به همون صورت 2 سانت از بالا 2 سانت از پایین اضافه بذارید و نوار رو روی پارچه اصلی فیکس کنید. با سوزن تهگرد یکم مثل قسمت قبلی که افقی زده بودیم این رو هم میکشیم، بعد با سوزن فیکس میکنیم. حتما دقت کنید یا سوزنتون بدون مروارید باشه یا سوزن سرامیکی باشه. بعد از اینکه سوزن رو فیکس کردید حالا دوباره اتو با بخار زیاد روی کارتون قرار میدید. بعد از اون باید حتما اتوی سرد روی کارتون بذارید. سوزن رو جدا میکنیم و کار رو برمیگردونیم. حتما دور کارتون رو آرایش کنید که توی درز لباس از جای بیرون نزنه. سوزنی که ابتدای کار زده بودیم تو قسمت دهانه جیبون رو جدا میکنیم. یه بخاری به کارمون میدیم که یه لیویری تو این قسمت افتاده. ببینید بخار باید از فاصله 5 سانتیمتر 6 سانتیمتری لبه دهانه جیبمون باشه. با ناخن روش میکشیم که اون لیویر از بین بره. ببینید دیگه دهانه جیب باز نمیمونه. ممنون که همراه هم بودید.